سلام دوستان، وقت بخیر. میخواستم یه چیزی باهاتون به اشتراک بذارم توی آلمان. ببینید، از اول ماه نوامبر یا همون نوامبر پلیس راهنمای رانندگی دستور میده که همه باید لاستیک زمستونی بندازن زیر ماشینا، مثل این. ببینید کلا متفاوته. و اگر لاستیک شما 16 بود رینگت، باید 15 بندازی. اگر 17 بود باید 16 بندازی. در غیر این صورت جریمه میشید از 250 یورو تا 500 یورو. و اگر خدای نکرده تصادف اتفاق بیفته، شما مقصر حساب میشید و تا 5000 یورو باید جریمه بدید. و اینم اضافه کنم که این ام و اس رو باید داشته باشه با اون کویخی مادی اون اسنو. اگر این رو نداشته باشه بازم جریمه میشید و اون جریمه که بهتون گفتم بیمه شما رو جریمه